در سن 5 تا 6 سالگیش مادرش خواست که جناب پیغمبر و زیارت قبر پدرش ببره. یعنی خیش تباش من در مدینه بودم، اما خواست که جناب پیغمبر برای زیارت قبر پدرش ببره. گرفتن رفتن در این سفر، رفتن یعنی خیش تبا هم یعنی خبر گرفتن و قبر پدرم زیارت کردن. در این سفر مادرم یعنی بیمار شد و بیماری مبتلا شد. در سن 5 تا 6 سالگی جناب پیغمبر مادرشون هم از دنیا گذشت. اکنون برادران عزیز احساس کنه که یک کودکی که پدر ندیدند، تولد شدن پدر ندیدند، پدر چقدر مهربانه، آغوش پدر، هر فرزند آرزو و تمنا دارد، آغوش پدر ندیدند. اما وقتی که بعد سین و لحظه که کودک چه احساس میکنه و میشناسد هستی 5 و 6 ساله در یکی از سفرها در بین راه مادر در حالت سکرات موت افتاده است. مورخان جای اکثر بیان میکنن، میگن جناب پیغمبر مثل انسانی با عقل، مثل انسانی کلام داریم. وقتی مادر بیمار بود سر مادر را میگه در بالای دستش گرفت. مادر به سوی فرزندی که در بین راه مانده است، فرزندی که پدر ندیده است و مادرم لحظه وداعش رسیده است، این مادر به سوی جناب پیغمبر نگاه میکرد، آبهای دیده میریختند. جناب پیغمبر مثل انسان عاقل برین آبهای دیده مادر را تازه میکرد، میشکید به دست داشت. این لحظه آمینه میگه جمله گفت هر یک چیزی نو کهنه می شود، هر یک چیزی جاندار آخر می میرد. این لحظه گفت منم می میرم، اما نام من در دنیا باقی می ماند. در این فرزند یک آینده بزرگی می دید. در این فرزند احساس میکرد که این طفل عادی نیست. یعنی پیغمبر بزرگوار ما در سن 6 سالگی دوباره یتیم شدند. پدر رفت، مادر رفت. در روایت می‌فرمایند اذا اصاب احدكم بمصیبت فلیذکر مصابته به. وقتی با بالای یک کدام شما مصیبت آمد، یعنی پدر وفات کرد، مادر وفات کرد، مصیبت‌های من براش بیان کنید. از همه بزرگترین مصیبت جناب پیغمبر میگه من دیدم، پدر ندیدم. هرگاه یادی پدر آید مرا، تیره میگردد به چشمم این سرا. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی. خانه را نور اگر بود زیر رخسار تو بود، ای چراغ دل من از چی تو خاموش شدی. پدر ندیدند و در سن طفلی مادری محترمه آغوش گرم مادر از دست دادند. یعنی جدی بزرگوارشون بابیشون کنند گرفتن برای نگهبانی. یک مدت که اندکی بود که بابیشون هم وفات کردند. پیغمبر بزرگوار ما حیات عمره به رنج و به مصیبت و به غم و یعنی به سختی ها گذراندند. در حیاتشون به دست خودشون 6 فرزند در خاک گذاشته هستند. برادران عزیز 6 فرزند پیغمبر بزرگوار به دستای خودشون در خاک سپرده هستند. در بالای وقتی که مبعوث شدن، پیغمبر شدن، از جانب مشرکین، از جانب ملحدین، از جانب منافقین چقدر آزارها و رنجها می‌دیدند. یعنی که قصد کشتن کردن از وطن عزیزش که مکه مکرمه، از وطن عزیزش بیرونش کردند. چرا که لحظه های بچه شمایاش باید نداره، ما غریبی را دیدیم، یعنی از وطن بیوطنی را دیدیم. چنین حالتها را دیدم پیغمبر بزرگوار. روایت میکنن میگن وقتی که پیغمبر بزرگوار قصد کشتن کردن، خداوند دستور داد که ای محمد هجرت کن که این مردم قصد کشتن تو را دارند. پیغمبر بزرگوار میگه از مکه بیرون شدن، همراهی از که ابوبکر رو یک غلامی بودن که خدمتگارشون بود در راه میرفتن. جناب پیغمبر گریان
گریه کرده با آبی دیده از وطن بیرون میشدند. کمی رفتن یعنی سوزش دلی وی، درد فراقی وطن برای او چقدر سخت شد و سوی یعنی اون همراه ها گفتن از که ابوبکر گفتن کمی ایسته کمی بیسته، من با این وطن عزیز و وداع کنم، خیر خوش کنم، چون که وطن دوست می داشتن جناب پیغمبر. میگه از که ابوبکر منع کردن ایستادن، جناب پیغمبر میگه به سوی مکه گشتن تا والله یا مکه اینی لاعلم انکی احب ارض الله الیک، تا قسم به نام الله ای مکه من میدانم که تو دوست داشته ترین زمین های روی عالم در نزد خداوند هستی. لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت منک، اگر این قومت این شخصیت هایی که میخوام که از جهنم و دوزخ نجاتشون بدیم، این شخصیت هایی که میخوام از بدبختی دنیا و آخرت نجاتشون بدیم، اگر اینها من از تو بیرون نمیکردن من هرگز بیرون نمیشیدم. میگه جناب پیغمبر با این سخنها به مکه وداع میکرد. این لحظه خداوند برای تسلیت و برای دلبرداری پیغمبر بزرگوار آیت نازل کرد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. رب العالمین گفت قسم به عظمت و جلال همون خدایی که از روی حکم و قانون او، از روی گفته قرآن او تو از وطن بیرون شدی، اون پروردگار تو را دوباره باز میگردانه و به این وطن عزیز بیاد. یعنی که خداوند دوباره خبری یعنی فتح مکه، خبری یعنی دوباره بازگشتن به مکه